مهربان در تحقیق زرانگیز محمد الله. روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ با ما باشید. زندگی کردن و دوست داشتن است. هنر یعنی زندگی کردن و دوست داشتن است و هنرمند زیبایی ها و شگفتگی های این عالم را به ما نشان می دهد. زیبایی ها و شگفتگی های این عالم را به ما نشان می دهد. تاجی دستورهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید. بخش دری خوش آمدید. در این قسمت مطالب ما روی قیمت ترین ماده های طبیعی به دست نشر می رسد. گرانترین آنها 62.5 تریلیون دلار ارزش هفته دارد. مواد مختلفی در دنیا وجود دارد که برای دسترسی به آنها باید هزینه های زیادی می شود. شاید برایتان جالب باشد بدانید گرانترین مواد دنیا شامل چه چیزهایی می شود. در این مطالب می توان علاوه بر مواد عالی و آنهایی که در معادن یافت می شود و برخی مواد غذایی بسیار گران هم اشاره کرد که اصلاً یکی از آنها را خودمان تولید می کنیم. قرنها چنین تصور می شد که طلا قیمتترین ماده جهان است. این موضوع اصلاً حقیقت ندارد. قیمتترین مواد جهان را بر ترتیب سعودی لیست کرده است. باور نمی کنید که طلا حتی در میان 3 قیمتترین مواد اول جهان هم نیست. قیمتترین ماده طبیعی شناخته شده که ارزش آن $11 می باشد. این ادویه از هر نظر متمایز است، چه از نظر مزه خاص و هم از نظر منافع درمان آن. تولید آن زمان پرزحمت است، اما عطر و